السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما برادرانی که از های دور و نزدیک آمدید، تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با همراهی شما دعا میکنیم که خداوند طبق بشارت پیغمبر خدا که از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده مؤمن است، خداوندا یک هفته اینه سهو و خطاهایی که از ما گذشت با فضل کرم خود جمیعشان را خدایا مغفرت بسازی و خداوندا این جمعیتی که در خانه تو حضور دارند همگی را خدا عمر دراز، تنی صحت، توفیق با رفیق نصیب و روزیشان بسازی و مرادها و مطلوبها و مقصودهایی که در دل دارند پروردگارا با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. از ما گذشتگان هست، خدایا گذشتگان این جمعیت را قبرهاشون پر نور بسازی. مسافرهایی که از جانب این جمعیت از این کولاب ما هست، خدایا صحت و سلامت بردی، صحت و سلامت برگشته به خاندان آمدند موفقشون بسازی. بیماری هایی که داریم خدایا همگی را شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزی بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. بیرون نمیگه امروز آماده کردیم درباره انسان و فضیلت انسان و وظیفه هایی که انسان دارد. انشاءالله موافق آیت های قرآنی و از احادیث های پیغمبر خدا به سمع شما انشاءالله میرسانیم. پیش از آنی که البته صحبت آغاز کنیم ناگفته نماند که همه ما و شما چقدر با دقت باشیم در حالت صحبت، خاطر و هر یک فکرمان را البته به سوی بیرون حواله نسازیم. شاعر میگوید گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. البته اگر ما و شما نظر کنیم در همه مخلوقات الهی گوش هست، حتی اگر به سوی خر و به سوی فیل که از ما و شما دیده گوشهای کلان دارند نظر کنیم اونها هم صاحب گوش هستند، لیکن گوش آدم، این گوشی که در دل انسان است، این مخصوص نسل آدم است. ما و شما چقدر با توجه باشیم، چقدر اگر اهمیت دادیم، ما و شما سخنها را گوش کردیم و اگر از اینجا ای را برده در خاندانمان اگر برسانیم ما و شما یک غنیمت کردیم. و الا اگر این مجلس ما و شما به خواب یا به گپ‌های بیهوده اگر سپری کنیم این معرکه برای ما و شما معرکه حسرت می شود، هم در دنیا و هم در قیامت. رسول اکرم میگوید من نام عند المجلس فقط خواب من رحمت الله. هر کسی که اگر در حالت موعظه، در حالت امر معروف اگر خواب میکند یا اهمیت به سوی سخن نمیدهد، اون کس ناامید از رحمت الهی هست و اون کس دوست شیطان است. از این خاطر در حالت صحبت ها از همه شما خواهش میکنم، علل خصوص مادرهایی که در بیرون نشستند، با دقت گوش اندازین، زیرا آن قدم هایی که شما به سوی مسجد گذاشتین و پر از ثواب است در صورتی که شما با امر معروف گوش اندازین. به اهمیتی کردین، از ثواب شما چی هستین؟ محروم هستین. میخواهم پیش از صحبت یک غزل حضرت مولوی به سمع شما میرسانیم
بعدا انشاءالله صحبتی که داریم آغاز میکنیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. ما یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. به درگاه خدای پیش از اجل آی، به درگاه خدای پیش از اجل آی. گذشت عمری عزیزت در محل آی، به غفلت صرفه شد عمرت مه و سال، به غفلت صرفه شد عمرت مه و سال. بیا بیدار شو از خواب این سال. زمین روزی کند 3 بار فریاد، زمین روزی کند 3 بار فریاد. چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور. تو را باشد دلی من خانه گور. این ندای زمین است. زمین روزی کند 3 بار فریاد. چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ ندای میکرده است. چی ندا میکرده است؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور. تو را باشد دلی من خانه گور. به حسرتها درآیی در دلی من، به حسرتها درآیی در دلی من. غریبی عاقبت در منزلی من. 2 چشمانی جهان بینت خورد مور، 2 چشمانی جهان بینت خورد مور. مجال نیست تا آن را کنی دور. شوی پوسیده مشتی استغانی، شوی پوسیده مشتی استغانی. بکن کاری که آنجا در نمانی. مگو حرفی جنونی از زبان است. همه چون شیر از پستانی جان است. درود و رحمت در حق حضرت مولوی که باز ناگفته نماند. هر یک مصرع‌هایی که حضرت ایجاد کردند همه سرشار آیت و همه سرشار احادیث‌های پیغمبر خدا عبارت هستند. هر روز حضرت میگوید زمین ندا میکند، فریاد میزند. چی میگوید؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور. تو را باشد دلی من خانه گور. حضرت میگوید مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور. تو را باشد دلی من خانه گور. صاحب دقایق میگوید اذا فارق الروح من البدن نودی من السماء 3 صیحات. وقتی که جان از بدن انسان که جدا می شده است، 3 آواز 3 صدای از آسمان به سوی همین جسدی که جان بر او دیگر نیست صدای می شده است. چی صدا می شده است؟ یا ابن آدم اترکت دنیا ام الدنیا ترکتک، اجمعت دنیا ام الدنیا جمعتک، اقبلت دنیا ام الدنیا قبلتک. 3 صدای از آسمان به سوی همان بدنی که 60 سال 70 سال جان در وجود او بود که الحال جان از اون بدن جدا شد. این صدا بر هم بدن می رسیده است. چی می گفته است؟ ای فرزند آدم، آیا دنیا تو را ترک کرد یا که تو دنیا را ترک ساختی؟ آیا دنیا تو را جمع کرد یا تو دنیا را جمع کردی؟ آیا دنیا تو را قبول کرد یا تو دنیا را قبول ساختی؟ اینها یک نداهای زجریه به سوی بدن انسان می شده است.
زجرن و سوی بدن ما و شما این نداها آمده میرسیده است. و اذا وضع علی المغتسل، اگر وقتی که همون بدن انسان در بالای همون چوبی که به نیت شستن میگذارند وقتی که میگذاشته است، در این حالت هم نودی من السماء ثلاث صیحات، باز سه صدای بر این بدن از جانب آسمان صدا میداده است. چی میگفته است؟ یا ابن آدم این بدنک القوی فما اضعفک و این لسانک الفصیح فما اسکتک و این اذنک السامع فما اصمک. ای فرزند آدم، اون بدن قوی که داشتی که راه میگشتی، کیلومترها میرفتی مانده نمیشدی، الحال چی شد که تو ضعیف شدی؟ چی شد که دیگر تو قوت راه گشتن نداری؟ چی شد که دیگر آدمها در اطراف تو جمع شدند و این بدن ضعیف تو را اونها آماده شستن گرفتند؟ و این لسانک الفصیح، در کجاست آن زبانی که تو آزادانه سخن میگفتی، یک معرکه کلان آباد میگرفتی؟ الحال چی شد که تو سکوت کردی؟ دیگر هیچ زبان تو دیگر تلفظ حرف کرده نمیتواند. و کجاست آن گوشی که تو میشنیدی؟ امروز چی شد که گوشهای تو به منزله گوشهای بیماری کر شده است که دیگر هیچ چیزی را نمیشنوی؟ و اذا وضع علی الجنازه، وقتی که باز انسان از اونجا میبرداشتند بالای جنازه را میگذاشتند، نودی من السماء ثلاث صیحات، باز سه صدای صاحب دقایق میگوید باز بر همین جسد صدای می آمده است که این جسد این چکار میکند؟ میشنیده است. چی میگفته است؟ یا ابن آدم کل عمل عملته تراه فی هذه الساعه. این جسد میگفته است هر عملی که تو در دنیا کردی الحال بعد ساعت تو به جزای او روپرو میشوی. هر عملی که در دنیا، چگونه ای که عمر خود ضایع کردی، چگونه ای که عمر خود سپری کردی، الحال بر یک مکان تو را میبرند که تو موافق عمل کردگی جزای او را میگیری. و این کنت، و اگر تو بودی عمل کننده خیر جزای خیر میگیری، اگر تو بودی عمل کننده بد جزای بد میگیری. توبى لك ان اصلحت عمرك والويل لك ان ضيعت عمرك. صدا میداده است، چی میگفته است؟ خوش به حالت اگر تو عمرت را به صلاحیتی گذرانده باشی، خوش به حالت که اگر عمرت خوب سپری شده باشد، الحال با تو چی هست؟ مکافات های بهترین خداوند رو پرو می شود. لیکن وای بر حالت که اگر عمر خودت تو در بیهوده گذرانده باشی و به قدر عمر خودت نرسیده باشی و از طاعت عبادت خدا دور شده باشی، وای بر حالت که الحال تو با این چی میشه؟ رو پرو میشه. اینها سخنهایی هستند که در عوض غزلهایی که حضرت مولوی الحال به سمع ما و شما رسانید، این مطلب، البته این تفسیر همین مصرع‌هایی که حضرت مولوی برای ما و شما ایجاد کردند این است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق الله العظیم. این آیات از سوره مبارکه اسراء هست. بر ما و شما چی میگوید؟
خبر میدهد ای محمد صلی الله علیه و سلم برای امتانت خبر بده که روز در بین یک جمعیت ملائکه هایم من خبر داده بودم. چی خبر داده بودم؟ اینی جاعل فی الارض خلیفه. ای جمعیت ملائک آگاه باشین که من در روی زمین یک خلیفه می آفرم، پیدا میکنم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. وقتی خداوند میگوید این صدا را من بر ملائکه ها دادم، خبر دادم که من یک خلیفه در روی زمین می آفرم، پیدا میکنم، این ملائکه ها به جانب من گشته گفتند پروردگارا تو کسی را در روی زمین می آفری، پیدا میکنی که آن کس روی زمین را فساد میکند و یسفک الدماء و در روی زمین خون ریزی میکنند. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. پروردگارا اگر مقصد آفرینش تو حمد و تحلیل تو باشد، ما جمعیت ملائک حمد و تحلیل تو را میگوییم و مانده نمیشویم. قال انی اعلم ما لا تعلمون. خداوند به جانب این ملائکه ها چی گفت؟ ای جمعیت ملائک آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. از همین ساعت آفرینش آدم چی شد؟ سر شد. در روی زمین تا آفرینش آدم با قول بعض مفسران جنها زندگی میکردند. شاید که سوال به میان بیاید که این ملائک علم غیب از کجا میدانست که این طایفه انسان، این خلیفه که الحال خداوند بر ملائکه ها خبر داد که من خلیفه را در روی زمین می آفرم، ملائکه ها در حال گشته گفتند که این خلیفه مقصد از خلیفه این حضرت آدم بود. شاید سوال برمیان بیاد که ملائکه ها از کجا می دانستند که آدم در روی زمین را فساد میکند و خونریزی میکند، حالان که علم غیب در نزد خدا هست. مفسران میگویند زیرا که پیش از آدم در روی زمین جنها زندگی میکردند و جنها روی زمین فساد کردند و خونریزی در روی زمین کردند. یا شاید میگه تحلیل دیگری مفسران این است که در لوح المحفوظ جنها خوانده بودند که این سیر، این حالت خداوند در آن لوح المحفوظ کتابت کردگی بود. یا شاید میگن مفسران این که بغیر ملائک اونها میدانستند که همه مخلوقات خداوند در نزد خداوند عاصی و گناهکار میشوند، از این خاطر این سخن گفته بودند. لیکن خداوند چی گفت؟ گفت ای ملائک، گفت آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. و خداوند به آفرینش آدم چیکار کرد؟ شروع کرد. و خداوند در قرآن خبر میدهد ما آدم را از خاک آفریدیم. حضرت آدم خداوند از خاک آفرینش کرد، پیدا کرد و بعد او مختصرا من بر شما حکایت میکنم و بعد او از پاره از قسم قبرغه چپ حضرت آدم مادر ما و شما ما حوا را هم خداوند پیدا گردانید و هر دو اینها را یک جفت ساخت و هر دو اینها یک جایه شدند و فرزندهای اینها در روی دنیا پیدا شدن گرفت. و خداوند پیدایش آدم هم بسیار خوبه در سوره مؤمنون برای ما و شما حکایت میکند، خبر میدهد که انسان چگونه در شکم مادر آب و تاب مییابد. گوش میاندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
خداوند میگوید انسان ما از خاک آفرینش کردیم، پیدا کردیم، یعنی سلالت من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. البته همه این به یک معنای هست که انسان ما از نطفه آفرینش دادیم. ثم خلقنا نطفة علقة ثم خلقنا علقة مضغة ثم خلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا خداوند چی میگوید؟ میگوید خلق کردیم انسان اولا از یک نطفه آبی سفیدی که در رحم مادر پرتافته شد و بعد 40 روز این نطفه، این آبی سفید به یک خونپاره مبدل شد و بعد از آن این خونپاره به گوشتپاره مبدل شد، بعد از آن این گوشتپاره به استخوان مبدل شد. ثم کسونا العظام لحما، بعد از آن ما اطراف این استخوان پر از گوشت ساختیم. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از آن ما ایراد جان در وجود این آدمی که در شکم مادر است ما جان دمیدیم. فتبارک الله احسن الخالقین. چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خلق می سازد. مفسران میگوید فتبارک الله احسن الخالقین. این آیت وقتی که حضرت رسول اکرم میگه به مردم خبر میداد ترتیب آفرینشی آدم و فتبارک الله احسن الخالقین ناگفته که میگه رسول اکرم خنده کردند. صحابه گفتند باعث خنده چی هست؟ گفت الحال این سخنی که فتبارک الله احسن الخالقین که از زمان عمر صدا داد دوام آیت به همین سخن عمر انجام می‌یابد. حضرت عمر گفتند شکر به سوی خدا که در 4 آیت با خدا چی شدم؟ با خدا در سخن خداوندی پیشگویی کردم که این سخن من با سخن خداوندی راست آمد. وقتی حضرت رسول اکرم که آفرینش آدم گپ میزد، حضرت عمر در آخرش گفت فتبارک الله احسن الخالقین. چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خوب آفرینش داد که از یک نطفه به خون، از خون به گوشت، از گوشت به استخوان اینا مبدل ساخت، بعدن جان در وجود این چکار کرد؟ پیدا کرد. و همین پیدایش آدم خدا رحمت و مغفرت کند سعدی بزرگوار که حضرت بسیار خوب بر ما و شما باز یک در نظم می‌دارد، میگوید ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. حضرت میگوید به یک انگشت الهی نظر کنید، یک انگشتی که چگونه که شما بخواهید ملائما قد می شود، نگاه کنید که در یک انگشت چند استخوان پیوست کرد. ببین تا یک انگشت از چند بند به صنع الهی به هم در فکن. پس آشفتگی باشد و ابلهی که انگشت بر حرفی صنعش نهی. پس انسان به عقل است، میگه سعدی. پس انسان ابله است وقتی که در همین قدرت الهی چکار نمیکند؟ باور نمیکند و تسلیم نمیشود و نمیگوید که انسان از خاک است و نمیگوید که انسان نظر کن که هر یک استخوان پاره‌ای که در وجود او هست همه این از قدرت الهی است. ما و شما پیشینیان میخوندیم، یک درس های باطله داشتیم که انسان از میمون است، لیکن الحمدلله که امروز دروازه علم گشاده شد، حقیقت باز جای خود پیدا کرد. ما و شما فهمیدیم که انسان از میمون نبوده است، بلکه انسان خدا خود در قرآن خبر میدهد این من پیدا کردم از خاک، که آفرینش حضرت آدم اولش چی بوده است؟ از خاک بوده است. تأمل کن از بحر رفتار مرد، حضرت میگوید تأمل کن از بحر رفتار مرد که چند استخوان پی زد و وصل کرد. تأمل کن از بحر رفتار مرد، وقتی انسان راه میگردد در رفتار انسان میگه نظر کن که چند استخوان پی زد و وصل کرد. ببین هر یک مشک، هر یک استخوان در حالت قدم زدن چگونه اینش پس میراد، اینش پیش میآید، کدامش در جای خودش استوار ایستادگی است، تا که آدم با یک
خوب با یک قدم های مستحکمی خواه می دود، خواه می نشیند، خواه راه می گردد، همه اینها را خداوند چکار کرد؟ جا بجا کرد که به گردش کعب زانوی و پای نشاید قدم بر زدن ز جای. حضرت میگه اگر همین استخوان‌هایی که ملایما قطع نمی شدند، اگر این استخوان‌هایی که در پای انسان خداوند گذاشتگی هست، اگر اینها یعنی یک حرکتی نمی داشتند، انسان از جاش قدم از زدن نمی توانست. از آن سجده بر آدمی سخت نیست که در صلب او مهره یک لخت نیست. بین حضرت میگوید این سجده که شما بر خداوند میکنید که میان خود خم میکنید در رکوع، از آن سجده بر آدمی سخت نیست. برای تو سجده کردن هیچ مشکلاتی ندارد. برای چی؟ که در صلب تو مهره یک لخت نیست. زیرا که اون ستون مهره که خدا برای تو آفرینش کرده است، او یک لخت نیست، او یک ستونی راست نیست. 200 مهره بر یکدیگر ساخته است که گل مهره چون تو پرداخته است. حضرت میگوید 200 مهره بر یکدیگر ساخته است. این مهره های ستون مهره را نظر کن که هر کدام این با یکدیگر چگونه یک پیوستی خوبی میشوند و چون گل مهره چون تو پرداخته است، مثل یک گل یک منظره خوبی دارد و هر کدام اون چی می شود؟ خم راست می شود تا انسان خدای خود را سجده کند، تا انسان چیکار کند؟ از پی کار و معیشت زندگیش به آسانی از عهده اینها برآید. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. حضرت سعدی میگوید یک بر نظر اندام نظر کن، تو به منزله یک زمینی هستی، به منزله یک زمینی هستی که 360 جوی، 360 رگ پیوند در وجود تو حرکت میکنه. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. آفرین، هزارها حمد به جانب او ذاتی که اگر انسان آفرینیش نظر بکنی، هر یک اعضای او به خدا قسم ما و شما را در حیرت میاره. چگونه یک آفرینش زیبای در وجود انسان خداوند پیدا کرده است. از این خاطر خداوند بر ما و شما خبر میدهد ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا. به تحقیق من فرزند آدم نسبت همه مخلوقاتی که در روی دنیا دارم از همه اونها دیده مکرمتر ساختم، عزیزش ساختم. ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی خداوند مخلوقای زیادی دارد. ما و شما گاه وقت دعا میکنیم 18,000 مخلوق میگیم، در اصل 18,000 مخلوق خدایی البته موجود هست و از بین این 18,000 مخلوق فرزند انسان خدا میگد ولقد کرمنا بنی آدم، فقط و فقط فرزند آدم من در بین همه اینها چیکار کردم؟ مکرم ساختم. از همه این مخلوقات دیده قدر ما و شما در نزد خداوند از همه بالا هست. ما شیء اکرم علی الله یوم القیامت من ابن آدم. رسول اکرم میگوید در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر مخلوق هیچ کدامش در نزد خدا قدری ندارد. قیل یا رسول الله ولا الملائکه، میگه رسول الله را سوال کردن آیا ملائکه هم دیده از خدا از این فرزند آدم دیده پستر است؟ رسول الله گفتن ولا الملائکه، ملائکه هم در نزد آدم هیچ قدر قیمتی ندارد. در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر هیچ چیز در نزد خدا، حتی ملائکه ها هم در سینه دوم بعد انسان قرار میگیرند. ان المؤمن اکرم علی الله من ملک مقرب. رسول اکرم میگوید حتی بنده مؤمن فرزند انسان در نزد خداوند از ملائکه مقرب دیده در نزد خداوند نزدیکتر است، با قدرتر است، با فضلتر است. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. شاعر میگوید ای انسان نظر به سوی خود بکن، نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو زی چشم خود نهانی
تو کمال خود چی دانی چو دور از صدف برون آ که تو بس گران بهایی. حضرت میگوید نه دور قدر دارد نه صدف مثل تو قدر دارد. تو بسیار یک گران بهایی، تو بسیار یک قیمت بلندی داری، تو بسیار یک فضیلت خیلی بلندی داری اگر تو به شرطی که با قدر خودت به این منزلت خودت برسی. در تفسیر قرطبی یک حکایه میارد که در دوره های خلیفه منصور عیسی موسوی گفتگی شخص زندگی میکرده است. این همون خلیفه منصوری هست که ابو حنیفه از دست این کشته شد. در زمانهای همین منصور همین خلیفه بیرحم اگرچند که مسلمان بود لیکن ابو حنیفه را مجبور کرد و بر او زهر دادند و حضرت به خوردن همون زهر از این ابو حنیفه که خیلی امام مشهوری هست، حضرت بین برای چی؟ برای آنه که حضرت پیشنهاد کردن منصور که تو قاضی میشوی. حضرت ابو حنیفه قاضیگی را قبول نکردن، قاضیگی را قبول نکردن، زندانش کردن. 4 سال میگه در زندان بود، 4 سال عذابها کشیدن. هر روز میگه در پشت مبارک چند دره میزدن تا که تو چکار کنی؟ تا که تو همین قاضیگی را قبول کنی. لیکن حضرت قبول نکردن. در آخر از دست همین منصور مجبوران چکار کردن؟ یک قده زهر داده شد و از دنیا گذشت. در دوره همین منصور عیسی موسوی گفتگی میگه در تفسیر قرطبی میگذرد که یک مرد میگه به سوی زن خود گفت اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من طلاق. وقتی این سخن میگه گفت، این زن میگه چند روز از این مرد جدا شدن، زیرا که این شرطی که این شوهر او گذاشت که تو از ماه دیده اگر زیبا نباشی تو در نزد من طلاق هستی. در حال نزد عالما میگه مراجعت کرد که شوهر من چنین شرطی مانده است که اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من حرام هستی. چیکار کنم؟ آیا یگان فتوای دارد که ما باز حیات خودمانه از سر نو بنیاد کنیم؟ نزد میگد منصور همه علما جمع شدند و در تحلیل همین مسئله میگد همگی در فکر رفتن و یکی از اینها میگد، یکی از این علما میگه از جای خود خیست و گفت خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق الله العظیم. ما انسان در بهترین صورت خلق کردیم. از ماه دیده، از آفتاب دیده فرزند انسان زیباتر است. از این خاطر این شوهری که الحال این شرط بر تو مانده است این شرط بیکار است. تو از ماه هم دیده زیباتر هستی، از آفتاب هم دیده زیباتر هستی. رفته بی نکاح با شوهری خود چکار کن؟ زندگی کن. یعنی البته این آیات هم دلالت بر این میکند که انسان البته زیبا هست، انسان با قدر هست، با فضل هست. لکن باز ناگفته نماند که در دوام همین آیت خداوند بر ما و شما چی میگوید؟ ثم رددناه اسفل سافلین صدق الله العظیم. همین فرزند انسانی که از همه مخلوقات دیده زیباتر است، با قدرتر است، مکرمتر است، همین در پسترین دوزخ با جاش میکنم. همین فرزند انسانی که این قدر منزلت دارد، این قدر قدر دارد، در پسترین سطح دوزخ باز همین فرزند آدم چکار میکند؟ جایگیر میشود. به سبب چی؟
به سبب آن است که خداوند بر ما و شما میگوید این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید به درستی این که ما یک امانت داشتیم که این امانت بر آسمان پیشنهاد کردیم، بر زمین پیشنهاد کردیم، لکن زمین آسمان به این بزرگی رد کردن، قبول نکردن، این امانت قبول نکردن. وقتی که به فرزند آدم این امانت ما پیشنهاد کردیم، در حال فرزند آدم این امانت قبول کرد. این امانت چی است؟ این امانت خداوند میگوید این احسنت جوزیت و این اسأت عوقبت. اگر شما به عبادت خدا بپردازین شما مکافات نیک میگیرین، اگر از عبادت خدا سرکشی کنین شما چه هستین؟ شما در نزد خدا مکافات بد میگیرین. این همان امانتی هست که اگر ما و شما همین عبادت هایی که الحال ما و شما انجام میتیم همون امانت است که خداوند به حضرت آدم پیشنهادش کرد. حضرت آدم این قبول ساخت. اگر ما و شما امروز همین امانت خیانت کنیم، بر همین امانت اگر ما و شما این را پسی سر بگذاریم، همون آیتی که خداوند میگوید فرزند آدم در پسترین دوزخ جا میکنم، البته شایسته همون پسترین دوزخ همون بنده ای که از عبادت خدا رو میگرداند سزاوار میگردد. بهاییم بروی اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. بزرگی انسان بین. بهاییم بسر اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. حیوان میگه نظر کن سعدی که چگونه میگه خدا آفرینش کرده است که سری او دائم بیچاره به سوی پایان خار است، لیکن انسان بین میگه که در بالای قدم های خود سوار است. نگون کرده ایشان از بحری خور، تو آری بعیزت خوریش پیشی سر. بین حیوان بین میگه برای خوردن سری خود بر زمین پایان میکند، نزد مثال طعام میرود، لکن چه هست؟ تو آری بعیزت خوریش پیشی سر. تو باشی طعام پیشی سر میاری، به نزد لبها و دهان خودت میاری، نه مثل حیوان سر پس کرده و تو از پی طعام شوی. نزیبت تو را با چنین سروری، که سر جز به طاعت فرود آوری. خدا این قدر زیبندگی و این قدر فضیلتی که بر تو داده است، و زمین این اگر تو از عبادت خدا که رو بگردانی، از تو دیده دیگر بی‌زیبترین، از تو دیده بی انصافترین دیگر مخلوق سعدی میگد موجود نیست دیگر. ولیکن بدین صورتی دلپذیر، فریبا مباش سیرتی خوب گیر. حضرت میگوید این بر تو کرده است، تو بر این فریبا مشو، تو بر این چکار نکن، تو بر این فریفته نشو، بلکه سیرتی خوب گیر، بلکه تو راهی حق بشناس، تو برای حق چکار کن؟ قدم بزن. راهی راست بایدت نه بالای راست، که کافر هم از روی صورت شماست. البته راه راست برای خودت انتخاب کن، راه عبادت برای خودت انتخاب کن، راه خداشناسی را برای خودت انتخاب کن. در این صورت چی است؟ تو بنده همون بنده ای که الحال از آیات ها مکرم بدنی او را شنیدی، تو از اون طایفه هستی. و الا اگر تو به قدر خود نرسی، به این منزلت خود که نرسی، کافر هم از روی صورت شماست. انسانی کافر هم مثل ما و شما هست، اونم مثل ما و شما جسد دارد. زندگی مخصوص بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. البته زندگی که خدا بر ما و شما داده است، این فضیلت و این عنوان انسانی که خدا بر ما و شما داده است، اینا همش از برای عبادت هستند. همه این برای عبادت همان ذات یگانه هست. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی؟
که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. حضرت سعدی میگوید آیا تو همون آدمی نیستی و تو چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ تو فریفته شیطان شدی، تو پیروی شیطان شدی. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت؟ اون مکانی را که حضرت آدم، اون مکانی را که رسول اکرم طی کرد و برآمد شب معراج که جبرائیل از او پس ماند، حضرت به اونجا رفته نتانست. جای ده حضرت جای ده انسان رفتگی از جای ده آدمیت رفتگی هست که فرشته میگه چیکار نکرد؟ رفته نتانست. طیران مرغ دیدی تو زیبای بند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیه. حضرت سعدی میگوید تو پرواز مرغ دیدی، پرواز پرنده را در آسمان دیدی و همان دلی تو را برد. آیا اگر تو هم از پایبند شهوت بدر آی، یعنی تو هم که اگر از راههای شیطانی را برای خودت مسدود محدود اگر بسازی، تو هم مثل همان پرنده در آسمان پرواز کرده میتونی. امروز ما و شما انسان انسانیت، یعنی با یک شکل، با یک چهره های زیبا، با یک لباس های زیبا باید که البته تصور نکنیم، بلکه زیبا و مکرم و معظم در نزد خدا همان کسی هست که او عبادت دارد، در وجود او چه است؟ ترس خدا موجود است و از خدا می ترسد. اون انسان چه است؟ اون انسان در نزد خدا این منزلت هایی که الحال از آیت ها بر شما خواندم، از حدیث ها خواندم، البته همین اون کس موفق است. و الا به این قد زیبا مانو، به این ثروت و دولت مانو، به این مرکب هایی که ما و شما سوار میشیم، البته به این ما و شما هیچ ننازیم، زیرا یعنی انسان به اینها در نزد خداوند شناخته هم نمی شود، در این هیچ قدر و منزلت هم پیدا کرده نمی تواند. یعنی خوش به حال همه ما و شما که همان انسانی که الحال من برای شما معین کردم و برای شما خبر دادم، البته همین است. این یک مختصرا درباره فضیلت و درباره آن وظیفه هایی که انسان بر دوش خود دارد. البته وظیفه همه ما و شما معلوم است. وظیفه ما و شما الحال همین نماز جمعه که شما آمدین، یا نمازهای با جماعتی که شما انجام میدین، یا اینکه روزهای ماه رمضان که شما میدارین، همه این وظیفه هر کدام ما و شما هست. همین اگر ما و شما انجام دادیم، انشاءالله در نزد خدا ما و شما همان معظم و همان مکرمی که خدا خبر داده است ما و شما صاحب میشیم. الحال اینجا یک چند سوال هاست و چند سوال های دیگر هم در خانه بود، فراموش کردیم بیاریم جواب اونها را بر شما برسانیم. انشاءالله جواب اینها را الحال برای شما میرسانیم. و یک خواهرم از ما التماس کردن الحال که درباره حقوقهای شوهر و حقوقهای زن بر ما کمی حکایت میکردین، یا یک موضوع خاصه برای ما آماده میکردین. انشاءالله البته ما وعده کردیم که ما که به گوش مردم، به گوش این مردها این موضوع را البته رساندگی بدیم. لیکن الحمدلله که امروز در اطراف ما و شما که مادرها جمع میشوند، هیچ کدام شما در هیچ معرکه اگر شما را سوالم که کنند آیا زنها در مسجد رفته نماز جمعه میخوانند، هیچ کدام شما دو دیلگی و هیچ کدام شما یگان در دلتان یگان غم و اندوه پیدا نکنین، بلکه هزارها بار شکر کنین. شکر کنین که امروز در مسجدهایی که در اطراف ما و شما هست، 6 یا 7 مسجد جامعی که در کلاب ما و شما فعالیت دارد، که در داخل اونها زنها نماز میخوانند، امروز به خدا قسم این شرف است. هزارها بار شکر. علل خصوص من شکرانه میکنم که امروز زنهای ما و شما آمده صدای امر معروف و نهی از منکر میشنوند، در این موعظه های ما و شما اشتراک میکنند. البته آبادی خانه‌ام، آبادی جمعیتم، همش از چی است؟ از زنها عبارت هستند. زن بسیار یک اهمیت کلان در جامعه ما و شما اجرا میکنند.
از این خاطر خوش به حال این الحال مادر خواهرهایی که آمدن در نماز جمعه اشتراک میکنن، برابر همین مردهایی که در گردنشان فرض است نماز جمعه خواندن، مثل همین ثواب میگیرن. لکن فقط و فقط از همه خواهرها التماس دارم که همان سطرهای اسلامی که برای نماز جمعه آماده میکنن میآیند، در کوچه هم همین ترک نسازند. برای در بعض سوالها از من آمده است بعضی خواهرها با سطر میان نماز جماعت میخوانند، نماز جماعت جمعه را میخوانند، لکن در کوچه وقتی که اگر میبرایند سطر اسلامی را ترک میکنند. وقتی سطر اسلامی که در کوچه که ترک شد، این نماز و این عبادت های خیری که این خواهر میکند همش حبطه و باطله میشوند. این نماز، این سطر فقط برای نماز نیست. وقتی که انسان از خانه بیرون شد، یعنی در داخل خانه میتونی که تو یعنی بی سطر نزد خسرت است، خوشتامنت است، نزد ایورت است، نزد شوهرت است، نزد فرزندت است، میتونی ترک سطر کنی. لکن در کوچه و در مسجد برای زنها رخصت نیست که ترک سطر کنند. یعنی همون روی مالی که گردنهای اونها را، پیشای بری اونها را بسته میکند و آن پاچه هایی که البته از بجلک هم پایانتر است میپشاند، این هم در نماز و هم در کوچه برای زنها استفاده کردنش فرض است. مبادایی که اگر در کوچه بغیر سطر اینها اگر حرکت کنند، تمام عبادت هاشون باطله میسازند و بیکاره میسازند. ولی انشاءالله در باب این یعنی قدر زنها در اسلام چی منزلت دارند و چگونه اسلام قدر اینها را بلند کرد، خدا خواسته باشد البته در یگان صحبت های آماده میکنیم. لکن یک برادر بسیار از ما التماس کردن که در نماز جمعه آینده همین جنگ احد که در این شکست مسلمان ها بود، همین بر سمع ما میرساندی، بسیار تاکید بسیار کردند. البته این جنگ خیلی جنگ مشکلی بود. در این جنگ بعد جنگ بدر هست که در جنگ بدر مسلمان ها خیلی یک ظفر کلان یافتند و بسیار یک غنیمت گرفتند که عدد آنها به 313 نفر می رسید که 70 اشتر داشتند میگد و 2 اسب داشتند و همگی 8 شمشیر داشتند. در عوض 3000 قریشی هایی که از دین محمدی بیگانه بودند به آنها جنگیدند و خداوند به یاردم ملائکه ها اینها را ظفر داد. بعد این جنگ بدر، این جنگ احد چی شد؟ جنگ احد سر زد که البته ما وعده دادیم انشاءالله جمعه آینده در همین جنگ احد برای شما حکایه میکنیم که در اینجا 70 تا از صحابه های پیغمبر خدا هم شهید شدند و سرداری حضرت امیر حمزه عمک پیغمبری خدا. انشاءالله این حکایت جمعه آینده خدا خواسته باشد و سمع شما البته میرسونیم. الحال یک چند سوال هاست، همین سوال ها را جواب بگیم. السلام علیکم دامنای محترم، یک پسرم در تحصیل علم می باشد، در حقش دعا کنید. خدای مهربان جمیع آن فرزندهایی که از جانب ما و شما بیرون از خاندان هستند و در سفرهای تحصیل علم هستند یا برای زندگی بیرون از خاندان شدند، خدایا صحت و سلامت برده و صحت و سلامت برگشته به خاندان آمدن خدای موفق شما سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم دامنای عزیز، همین سوال را پره بر من فهمونید که فوتبال کردن اوبال است یا نه. یعنی فوتبال در اسلام هیچ اوبالی ندارد. فوتبال بازی کردن یگان گناه ندارد. در یگان احادیث های پیغمبر خدا، در یگان سخن مجتهدین ما و شما، در همین 4 سخن یعنی 4 امامی که از ما و شماست، در هیچ کدام همین منع فوتبال نآمده است. یعنی بین رسول اکرم ما و شما را ترغیب به سوی چی میکند؟ ترغیب به سوی شناوری، ترغیب به سوی کمانزنی، ترغیب به سوی اسب سواری. یعنی رسول الله میگوید که اینها در شما چیکار کنین؟ اینها را شما بیاموزین. همه اینها عبارت از چی است؟ وقتی انسان اسب میدواند یا انسان، حتی بین رسول اکرم گوشتین میگرفتند و با حضرت عایشه مثل که امروز یعنی 100 متر و 200 متر میدوند، همین مسابقه ها را با عایشه صدیقه حتی کردند. یعنی تمام نوع همین
ورزش همش حلال است، هیچ کدامش گناهی ندارد، همه این برای آب و تاب است. از آنه که مثال بچه ما و شما در قد راه می نشیند غیبت میکند، از آنه که مثال فرزند ما و شما به یک کاری مثال عرق نوشی است، کینا تماشاکنی است یا یک کاری بیهوده دیگر مشغول می شود، اگر فوتبال بازی کند چی جای گناهش؟ هیچ جای گناهی ندارد، فقط مانع نماز نشود. اگر کدام نوع بازی که اگر در ما و شما مانع نماز شد و البته حرام است، کدام نوعش، خواه گوشتین باشد، خواه اسبدوانی باشد، خواه شناوری باشد، اگرچه کردنشان سنت است لیکن مانع نماز که شد حرام می شود. برای همین وقتی نماز است، وقتی ورزش است، مرحمت هیچی عبالی ندارد. اونه که میگویند سر امام حسن و امام حسین است دیگر است، اینا هیچ اساسی ندارند. امام حسین وقتی که قتل کردن سر او را هیچ کس به پای خود زدگی نیست، حتی میزدم این دلیل نمیشد که فوتبال حرام است. او کافر از زدن بگیرد سر او را، پای او را، جسد او را، اینا معنای او را ندارد که فوتبال ناجایز می شود. و توپ به کله امام حسین چکار دارد؟ السلام علیکم دامنای عزیز. بعد سلام به شما یک سوال دارم، همین سوال را پوره بر من فهمونید که من خفتن را خواندم، در جای درودا قل هو الله را خواندم، همین نماز من قبول شد یا نه؟ البته قبول می شود. اگر انسانی که در جای درودها قل هو الله را هم که خواند، اون نماز قبول می شود، نماز قبول می شود. در نماز او هیچ سهو و خطا هم پیدا نمی شود. لیکن این معنای او را ندارد که مثال ما و شما اگر در جای درودها هم اگر سوره اخلاص هم که بخوانیم نماز ما درست شدن میگیرد، یعنی در جای او همین را خواندن بگیریم. البته یعنی در جای اخلاص، در جای درودها اخلاص خواندن سهونش انسان گناهکار نمیکنه، لیکن این ما و شما قصدا نکنیم، زیرا که یعنی تغییرات در همین موضع ها می شود، اینجا ترک سنت می شود، ما و شما گناهکار میشیم اگر دیده و دانسته و قصدا بکنیم. السلام علیکم آقای حاجی. اولا سلام بر شما، بعد از سلام من میخواهم که یک سوال را بر شما بگویم و شما به این سوال ما پوره پاسخ گردانید. سوال ما این میباشد: بعضی آدمان میگویند که تای کش را تراشیدن اوبال است، بعضی ها میگویند که اوبال نیست. من میخواهم که با این سوال ما پوره پاسخ گردانید. از شما خواهش میکنم که درباره این سوال کمی معلومات میشنیدیم. یعنی زیر کش تراشیدن یا چیدن هر دوش سنت است. یعنی چیدنش هم آمدگی است در حدیث ها، تراشیدنش هم آمدگی است، لیکن در تراشیدنش نه بلکه در تراشیدنش نه و در چیندنش بعض فضیلت ها را رسول اکرم خبر دادند. یعنی اگر انسان زیر کش میچیند، یعنی بینایی چشمش، روشنی چشمش زیاد می شود. گفته پیغمبر خدا بر ما و شما خبر دادند. و الا اگر کسی که یعنی زیر کشم تراشدم در مسئله ها میگذرد، در حدیث ها میگذرد، هیچ اوبالی ندارد، گناهکاری ندارد. کسی میخواهد میتراشد، کسی میخواهد چیندن میگیرد، باکی ندارد. السلام علیکم داملای محترم. حاجی داملا میرزا مراد، برادری داشتم گذشته شدند و از او یک دختر و 2 پسر باقی ماند. آنها همگی در نزد من تحصیل علم دین میکنند. اولا در حق برادرم، ثانی در حق دختر و پسرانش دعا کنید که صاحب علم عملی شوند. با احترام، یکی از مخلصان شما. خدای مهربان اون برادر روح ارواحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور و فرزندهاش پروردگار و علم نافع، علم با عمل نصیب و روزیشان سازد و دائما دعاگو در حق پدر و مادر و خلق و جمعیتش خدا نصیب و روزیش سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب بده. در مسجد ما در نماز خفتن امام نبود، ما 10-12 نفر بودیم، یگان کس پیش ندر آمد نماز بخوانیم.
ما در بین ما یک طالب علم بود. ما با وی گفتیم خیز نماز را بخوان. گفت هر کس خودش طاقه بخواند. پیشتر آمدنی کاری آسان نیست. نماز را هر کداممون طاقه خواندیم. یک خیل نماز را میخوانیم. نماز خواندگی ما جایز است یا نه؟ یعنی مقصدش یعنی در نمازی با جماعتی که در مسجد جمع شدن، یک طالب علم هم در بینشان بوده است، لکن وقتی که پیش گذراندن طالب علم به عهده نگرفته است که امامتی کاری آسان نیست، بلکه هر کی یعنی تنها نماز بخواند، البته همون طالب علم در این معرکه گناهگار است، زیرا که نماز با جماعت این با آیات‌های قرآنی و با احادیث‌های صحیح پیغمبر خدا چقدر تأکیدات سختی در نماز با جماعت آمدگی هست. وقتی طالب علم که اگر فتوا میدهد که هر که تنها بگذارد، پس مثال از مردم عامی دیگر ما چی جای طلب کنیم؟ وقتی طالب علم کی شدی، یعنی بین در بین جماعت اگر همه نادان باشد، یکی از همون نادان ها میتواند که پیش درآید. برای همون اهل جماعت کسی که بهترشون باشد، یعنی نماز همش به سبب همون امامشون درست میشه. این که طالب علم بود افضل بود، باید که نماز جماعت ترک نمیکرد. یعنی مادامی که خود ترک کرده است و دیگرها را البته باز دلالت کرده است، در اینجا چی می شود؟ البته گناهگار می شود. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر میگه کسی فتوا میدهد در مسئله که علم در او ندارد، چه هست؟ در نزد خدا در فتوای دادگیش مسئول است و گناهگار است. در هر جا که اگر 2 نفر که باشه نماز جماعت برپا کنید، حالا که مثال 3 نفر و 4 نفر و تا 12 نفر جمع شد، نماز جماعت شما ترک نکنید. این رسول اکرم میگوید کسی که اگر با خوبترین وجه طهارت میکند، بعد آمده از پس امام نماز با جماعت میخواند، فقط استحق رحمت الباری، اون کس در رحمت خداوندی چی شد؟ غرق شد و رحمت خداوندی بالای سر اونها میبارد. این نماز جماعت اینقدر فضیلت و اینقدر افضلیت های خیلی زیادی دارد. از این خاطر کدامت که نباشین، اگر کمی بهتر از همون قوم باشین، پیش در آمده نماز مردم بخونین، انشاءالله ثواب میگیرین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت های این نماز جمعه که الحال بندگانت انجام میدهند، همه اینها را خدای برخوردار بسازی و مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل دارند خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. و خواهر و مادرهایی که الحال در این نمازهای ما و شما اشتراک دارند، اینها را پروردگار مهربان همه گیر عمر دراز وقتی سفید نصیب و روزیشان بسازی. جمیع آن ثواب، آن مکافات هایی که در نماز جمعه هست، در مسجد هست، خدای بر این مادر و خواهرای ما و شما نصیب و روزی بسازد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. حتی سلامت بدنهای ما را نگه بدار. خدای مهربان تا دم آخر شنوایی ما را از ما جدا نساز. خدایا تا دم آخر بینایی ما را از ما نگیر. اللهم انا نعوذ بک من الکفر. پروردگارا از کافر شدن در دین تو ما را و اولاد ما را خدایا نگه بدار. اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر و من فتنة المسیح الدجال. پروردگارا ما را از عذاب قبر، از فتنه هایی که در داخل قبر هست خدایا نجات بده و خدایا از دجال و از پیروی دجال پروردگارا ما را نگه بدار. اللهم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت و در قید حیات خدایا نگهشون بداری، طاعت عبادت هاشون باز هم از این هفته دیده زیباتر بسازی و درگاهت خدایا مقبول بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم. خوش آمدین.